یه موقع هست خانم دکتر راجع به این دندون شیشه بالا از بیمار براءتنامه میگیره، میگه این پرونده مطب من هست، شما تشکیل بده. این دندون تو باید ریتریت بشه، این دندون تو رو من باید تو فایبر پست انجام میدم و پست ریختگی نمیذارم، شاید دیستالش CL بخواد انجام بشه و کرانش میکنم. تو یکی از این مراحل دندون با شکست مواجه میشه، کشیده میشه و ایمپلنت میشه. براءتنامه خیلی راحت دارم عرض میکنم خدمتون، این همچین جایی به درد من میخوره که من یه درمانی که ممکن بود هر کسی دیگه ای بهش دست بزنه، نیاز داشته باشه، دست بخوره، آسیب ببینه، من قبلش به بیمارم گفتم که این ریسکو بپذیر که ممکنه دندون باقی نمونه. ولی برای جایی که در واقع شما اجباری برای درمان نداشتی و با مسئولیت شخصی خودت تا زمانی که صدمه‌ای به بیمار وارد نشه، 1 سال بعد 2 سال بعد بیمار میاد، آقای دکتر مولا سوند و پروب رو میندازه زیر لامینیت ها و میبینه اونجا حالشون خوبه، لثه حالش خوبه، بلیدینگ و التهابی ندارم، همه چی خوبه، بیمارم راضیه، کسی به کار. اون وقتی بیمار بره مراجعه بکنه، اولین سوالی که تو کمیسیون ازشون میشه، ببینید کسایی که اونجا نشستن بازپرس نیستن، دندان پزشکن. 90% به جز منی که واقعا سواد ندارم، اکثرشون کسایی هستن که اونجا به ما یاد دادن این کارو و به استادای ما یاد دادن این کارو. یعنی کسی بوده که ترمیمی و پروتز و ارتو رو به استادای ما یاد داده و این سینه به سینه، یعنی اینا دعوت میشن توی کمیسیون. اینجور نیست که ادعی که اصلا آشنایی به اینا. یعنی کسی که اونجا نشسته اولین سوال از اون خانم 35 ساله اینه، میگه خانم چند ساله این تو دهانته؟ میگه 2 سال. میگه الان مشکلت باهاش چیه؟ میگه آقای دکتر این از اولش هم نباید این کار انجام میداد، باید ارتو میکرد. اونجا این براءتنامه رو میگیم دختر خوب مگه خودت قبلش در جریان نبودی؟ یه موقعی هستش که بیمار دچار مشکلات لثه میشه، یه اوپیژی از بیمار میگیریم، با این اوپیژی مقایسه میکنیم، میبینیم 3 میلیمتر تحلیل داره میره جلو. یه موقع هستش که میبینیم که این چیپینگا داره بیشتر میشه، یه موقع میبینیم که از مریض اوکلوزال میگیریم و میبینیم که TMJش درگیر شده و به این نتیجه میرسیم که درمان خانم دکتر باعث شده صدمه جدیدی به بیمار وارد بشه. بله قصور هست، ولی وقتی ببین اینجوری نیست 0 و 100 باشه. اون براءتنامه، طرح درمان خانم دکتر، در واقع دلیل و برهانشون برای اینکه چرا این درمان رو شروع کردن انجام دادن، صحبت‌های بیمار، تشخیص اساتیدی که تو جلسه نشستن، همه اینا پکیج میشه و تصمیم میشه. همچین بلک، یعنی خط قرمزی ما وجود نداره که تو اگه اینو انجام دادی، ولی اصولش این هست بله درمان ارتو بشه. خانم دکتر هم اینو میدونه که این باید ارتو بشه، ولی باید ببینیم توی کیس سلکتش درست تشخیص داده که این آدم درد سرداری نیست و من براش اگه ونیر انجام بدم یا لامینیت براش انجام بدم بعد از 2 سال 3 سال حرفاشو فراموش نمیکنه. بس در واقع شما میفرمایید که پیشگیری همچنان بهتر از اینه که ما قطعا اگر این بیمار شیطنتی بکنه، لامینیتاش دباند بشه، بهداشتش رو ببینید، بهداشت بیمار از اولم خوب نبوده. یکی از چیزهایی که ما برای لامینیت و زیبایی انجام میدیم بهداشت خوب باید داشته باشه، کیس ما باشه دیگه. بعد اگر بهداشتش خوب نبوده و این 2 چندان بشه قصوره.